سلام دوستان، بعد از ظهرشون بخیر. امروز سه شنبه 12 ماه می است. واقعا یک فضای بسیار قشنگ و عالی است. همونطور که در تصویر می‌گرنین دیگه هوای ملبورن همیشه بخیر کلو دل بریم مخصوص می ایام. دوستا وقت قدیده نگفتم نه دیگه دمی هوا قدید خوب گرم بشه، شبا یخه، روزها هم میته خوب گرم دیگه. این من و این فضای زیبا و قشنگ یکی از نقاط صفری ملبورن زیبای ما. شاد باشین و ایام بکام. سعی فقط از این منظره، از این چمندی، از این فضا، از این هوا لذت ببرین دوستا. خیلی عالی. اگر گفتین که کدام ساحه، باز هم در کامنت بنویسین در کدام ساحه قرار داریم. شاد باشین و موفق. ایام بکام. خداوند یار نگهدار همه شما خوبان بسیار خوب. رقم نمزی چمندی و همین آسمان صاف و زیبا و آبی ما همیشه شاد باشین و رقم نمزی چمندی های ماوری سبز و شادابتر از هر روز بمانید.